حدش کجاست بی‌حیایی؟ به نظرم شما حد بی‌حیایی هستی. زمین فوتبال حرمت داره. زمین فوتبال جای مقدسیه، ورزش جای مقدسیه. اولا که این کارا آقا زن و شوهر فکر کنم ازدواج برای شما تعریف نکردن درست. زن شوهر اصلا نمیفهم. بعد میگین ورزش جای مقدسیه. آقا تو فوتبال ما حداقل اونقدر که فکر می‌کنید مقدس نیست. این ویدیو رو هر کس ببینه چه چیزی در ذهنش شکل میگیره؟ من خودم هنوز قفلم. تا شما قفلی من یه توضیح بدم. ما دیدیم کسی که این ویدیو رو در حضور ما اولین بار دیده گفته چه باحال، خوشبخت بشن. تو کامنت ها هم میبینیم همه خوشبخت بشن ایشالله فلان فلان. شما چه فعل و انفعالی در مغزت روی داده که قفل کردی؟ چرا قفل کردی؟ باز نشه اون قفل. به حق همین شبای کم آب کشورم تا یکی بیاد با کلید شما رو بازت کنه. ما میبینیم آقا این بنده خدا یه روز میفته زیر این مربی با دو بنده رو تشک، یه روز با کمر صورتی میره جلو اون، یه روز آشپزخونه رو آتیش میزنه. ما هم دیگه میگیم گناه، ولی دیگه شما خودتون مثل این که علاقه دارید. داد ماست، مطالبه ماست. آقا مطالبه است، پاسخ بدید. در آخر هم گفت این مطالبه ماست. ما تو کی؟